سلام گفتگو. اگه گفتین من کیم، اول پول واریز کنید بعد بگم کیم. اولویت واریزی با دلار. سیگار بزرگ 2013 دلار عربستان واریز کردم. خب بریم واسه یه کامنتش. داداش دمت گرم، واقعا حقت بود. توی رویداد خودت بدون رو در وایسی بهترین استریمر شدی. یعنی چی؟ تیکه میندازی؟ اولا باید بگم که مسابقه رویداد کاملا عادلانه بود. 10% رأی مردم بود، 10% هم رأی داوران بود، 100% هم خودم. جمعاً میشه 120%. ولی خب امکان تقلب وجود داشت که اونم نشد. پس حاشیه درست نکنید. 20% هم اضافی موند که اونم نگه میدارم واسه سال بعدم. آقای 02 100 میلیون دلار. برادر فکر میکند آقای 20 است. 20 است ولی 02 بیش نیست. از مستر 20 هم فقط قیافه‌شو داره. نولنز آبی. داداش نباید که پول تندیس رو اینجا واریز میکردی، ولی خب سال بعد به جای 2 تندیس بهت 20 تندیس میدم که شاید بشی آقای 20. مستر بست مستر بست مستر بست. توی کامنت ها همه می نویسن خب چرا پول استوری تندیس نبرد؟ برای اینکه برادر فکر میکنه آقای 02 است ولی درام‌آواز پولکی بیش نیست. یکی نوشتن چرا این روزا دیگه دراما نمیری؟ خب برادر من بعد از کمان بیشترین جایزه رو بردم، اونم با کلی پارتی بازی. در حد مدرسه من دیگه این کارا نیست، به مدرسه من نمیخوره. افشین زبده توی کامنت ها هی داره اسپم میکنه چرا به من تندیس ندادی؟ خب برادر من رسیدت فیک بود، SMS داریم ما. ولی خب 2 تندیس اضافی موند که قرار بود اونا رو برای خودم بردارم، ولی اگه SMSت اومد اونا رو بهت ارسال میکنم. میدونید چرا گل یا پوچ ولی کمک بهترین شو شد؟ چون ولی کمک برخلاف سایر کاندیدا منو به برنامهش دعوت کرد و در ضمن چون منو توی برنامهش برنده اعلام کرد، منم توی رویداد خودم جبرانش کردم. سامان سبلم چون با همه ویدیو گرفت الا من، پس در نتیجه تندیسم نبرد. ولی خب منو به دروغ سنج دعوت کردی، ولی دیگه دیر بود داداشو گلم. انشالله سال بعد به تو هم چون بزرگی 2 کمه برات، به 4 تندیس میدم. رویداد کاملا عادلانه بود. حق علی رکسا هم به هیچ وجه خورده نشد، فقط یکم مزه‌شو گرفتیم. بحث اصلا خوردن حق نبود، بحث اینه که کی قراره این حقو بخوره. از کسایی که تندیس نگرفتن درس عبرت بگیرید. همین که امسال به درس دادم برو شکر کن، شاید سال بعد به مدرک هم بدم. در ضمن حواستون باشه که با کی اختلاف پیدا میکنید. بقیه به هم احترام نذاشتن، پس در نتیجه تندیس هم نبردن. درس اینم بگیرید. حتی با تبلیغ کوروش هم نمیتونید تندیس ببرید. آسان ترین راه امین زد. کوروش تاریخو ساخت. من امیر ایزد هم با این تندیسام تاریخ یوتیوبو مینویسم. داداش همین که توی ویدیوی من باشی از فرداش یوتیوب الگوریتمو واسط باز میکنه. یکی دیگه از راحت ترین راهایی که بتونید تندیس رو ببرید مثل من، بنشینید به ویدیوهایی که دیگران واقعا زحمت کشیدن و ما آنها را راحت میبینیم واکنش نشان بدید و یا رسید واریزی را برایم بفرستید که البته بایدم SMSش بیاد. بزرگترین تشکر رو هم از امیر ایزد میکنم که این سیستم عادلانه رو بنا کرد تا بهترین ها انتخاب بشن، که قطعا خودم هم دیگه من بهترین استریمر شدم. همیشه یادتون باشه که تندیس نه به تلاش ربط داره بلکه به امیر ایزد ربط داره. با تشکر از امیر ایزد.